هفته خبر تو خبر داره براتون از ماشین اسقاطی نظام در جاده بنبست بدبختی‌ها و عظمایی که تلاش میکنه این جاده رو اتوبان جلوه بده. اینجوری نباشه که ما خودمون رو به اشتباه بندازیم که ما هیچ فایده ای نداره، نشده، پیشرفت نکردیم، نمیتونیم بکنیم. نه، پیشرفت کردیم، بازم انشاءالله پیشرفت خواهیم کرد و این کار جاده بازی است. ما یه اتوبان رو به صورت یک بنبست تصویر نکنیم. ما جلومون اتوبانه و میتوانیم حرکت کنیم، به خصوص با امکاناتی که کشور داره. وضعیتی که الان عظما در اون قرار داره یه چیزی مشابه اینه. حالا شما خودتون اتوبان رو تو این تصویر پیدا کنید. حالا بشنوید از شیخ فری که طبق معمول یه لگدی به عظما زد و گفت بابا کدوم اتوبان؟ جاده داره سخت میشه حاجی. خب جاده‌ای که ما این رو ترسیم کرده بودیم و داشتیم میرفتیم، این جاده از امروز به بعد یک کمی تغییر میکنه. جاده قبلا صافتر بود، الان چاله چوله های جاده از این به بعد بیشتر خواهد شد. این هم تصویری از حرکت عظما در اتوبان پیشرفت ها. یکی از چاله چوله های این جاده که شیخ فری گفت اینه که هر مشکل و هر اتفاقی برای نظام تبدیل به یه بحران امنیتی میشه. اینو من نمیگم ها، اینو مهدی صادق لاریجانیا میگه. دشمن در رصده، در کمینه. ما نباید مشکلاتی را که قابل حل است تبدیل کنیم به صورت دیگری. واقعا این قابل قبول و پسندیده نیست برای یه نظام که مسائل کوچک صنفی را تبدیل کنن به یه مسئله بزرگ امنیتی. الان تنها کاری که از نظام برمیاد گره زدن ریش ولایت به دنب اروپاست که البته سر همون هم دعوا دارن. بازم برم به سراغ دشمن، بازم برجام امریکایی شکست خود بریم به سراغ برجام اروپایی. آقا ول کنید شما رو به خدا. آقا یه مقدار با یه بینش دینی، بینش قرآنی عزیزان ما بیان، مسئولین ما بیاندیشن. اگر این جماعت به اندازه این زبون بسته ها عقل داشتن شاید یه جوری راه نجاتشون رو پیدا میکردن، اما مشکل اینه که نه عقل دارن و نه راه نجات. این کارشناس نظامم که آب پاکی رو میریزه رو دست همه و میگه اصلا نباید به اروپا دل ببندیم چون هممون بیشام میمونیم. من میخوام بگم که اگر واقعا به این شکل منتظر اروپاییان باشیم، درست مثل اینه که منتظر این هستیم که همسایه برای ما نظری بیاره، آخرش هم بدون شام گرسنه میخوابیم. بله، اینجور که بوش میاد داره دوران بخور آخوندا تموم میشه. حالا دیگه توی استبل ولایت هم نماینده ها از تنفر مردم نسبت به نظام میگن و به این دزدی ها اعتراف میکنن. 25 میلیارد دلار قاچاق رو کی انجام میده؟ بانک مرکزی بررسی کن ببینم این گردش مالی این چطوری داره انجام میشه. مگر نمیگویید هر 1 میلیارد دلار 100,000 شغل ایجاد میکنه؟ اینها مسائل ساده ای هستند. سر زیر برف کردیم، همیشه اعلام میکنیم افتخار ما این است که 98.2% به جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادن و مردم راضی بودن. برید بین مردم ببینم الان مردم راضی هستن. بله، فاز گیج زدن و قاط زدن آخونداست. جالب اینجاست که وسط این جنگ و دعواهای باندی نظام هر چی لگده یا نثار عظما میشه یا نثار خمینی کفن پاره. شیخ فرینا میگن امام تنش زدا بود، بعد این بزبز قندی میگه بابا امام خودش مرکز همه تنش ها بود.
از جوانان مسلمان در همه کشورها میخوام حکومتتون رو سرنگون کنیم. این وصیت ای آقاست. امام خیلی تنش زدا بود. امام مرکز تنش زدایی بود. نگاه میکرد ببینه کجا تنش زود به همش برطرف میکرد. اصلا مخ تنش بود. مرکز تولید تنش بود امام. اصلا یک هفته نمیذاشت دنیا آروم باشه. همونجا آروم میامد پیرمرد سرش منداخت پایین، یک جای دنیا رو میشوروند. هر بار فلسطین باید آزاد بشه، اسرائیل باید از بین بره، ما تو آفریقا چیکار باید بکنیم، کجا چیکار حالا یک کاری کرده بود دیگه. همه تو دنیا میگفتن که خب ببینیم نظر آمریکا چیه، نظر شوروی چیه و نظر خمینی چیه. این سه تا با هم بود. امامشون کجاست که ببینه الان تنش افتاده تو نظام خودش؟ ببینید تو جلسه حزب اعتماد ملی چه بلبشویه. حالا توجه شما رو به اظهار فضل یکی از علمای سایبری نظام جلب میکنیم که حرفش مرغ پخته رو به قدقد میندازه. پس شما نگاه کنید، من مثلا 10,000 نفر 100,000 نفر از یه فیلتر شکر استفاده میکنم، درسته؟ دقت کنید، یعنی یه دفعه 10,000 نفر 1,000 نفر 100,000 نفر به یه کامپیوتر وصل میشن. کافیه دولت لیمیت بذاره. یعنی چی؟ یعنی بگی یک کامپیوتر به یک کامپیوتر وصل بشه، کل فیلتر شکن جمع شده. به همین سادگی. من اینو به مسئولشم گفتم. این در حالی داره شیوه های ولاییش برای فیلتر کردن رو تبلیغ میکنه که بچه های دبستانی هم فیلتر شکن نصب میکنن. و من هر کار میکنم نمیتونم برات بفرستم اینا رو. میگم تلگرام هم داری تو گوشی؟ آره دارم. پیام اینا میزنی پیامات ارسال میشه؟ آره. من هر کار میکنم این پیامام اینا ارسال نمیشه. نمیدونی دلیلش چیه؟ چیکار بکنم؟ شاید فیلتر شکنتون خرابه. چیکار باید بکنم؟ فیلتر شکن دارم و هر کار میکنم بازم باز نمیشه. نمیدونی باید چیکار کنم؟ از گوگل پلی که توش برین با برین تو بخش آپدیت، همونجا همه چی رو زده، هرچی میتونی آپدیت کنی. برم اونجا آپدیت کنم. تلگرام داری تو گوشی؟ میگم من تلگرام دارم، پیامام ارسال نمیشه. خب برای تو ارسال میشه پیامات؟ بله. جدا؟ بله. یه نوشتای به شکل خرگوشه رو باید بزنی که تا تلگرام باز شه بتونی پیامات ارسال کنی. بزنم که پس من همین رو دو سه تا هم ده. اینجاست که ارتش سایبری نظام هم خیت میشه. توی قرن 21 یک گروه با این سر و وضع اومدن برای ناشنوایان سرود بخونن، اما عظما همین رو هم تاب نیاورد و تعطیلش کرد. بفرمایید، اینم توضیحات مربی. دیگه بابا حرکت موزون چیه؟ این زبون اشاره است. دو تا اجرا انجام دادیم در مورد امام رضا و ماه مبارک رمضان. بعد از اجرا به ما اطلاع دادن، خبر دادن که سرودتون رو دیگه اجرا نکنید. چرا؟ چون اشاره شما برابر حرکات موزونه، در صورتی که اشاره بچه‌ها در برابر زبان صحبت کردنشونه و در عین حال اشارهشون خیلی هم معنوی بود، خیلی جالب بود، همه مردم خوششون اومد. توی یه چنین حکومت بی‌در و پیکری برای کاهش تصادفات جاده‌ای گشت مبارزه با بدحجابی را میندازن.
این مشکلش چی بود جناب سر؟ بدحجابی شدیده. بدحجابی شدید. خانمتون نمیدونن که قوانین جمهوری اسلامی ایران باید حجاب رو رعایت کنین؟ شما میخوایم اطلاع رسانی کنیم طرح رو، چون طرح تازه شروع شده. علیرغم اینکه شما ما رو دیدین اینقدر ماشین گشت امنیت اخلاقی وایستاده، حالا هنوز که هنوزه حجابتون رو رعایت نکردین. به صورت عملی میخوایم اقدام کنیم در راستای پیشگیری از تصادفات. این هم دفاع یکی از مجریان تیوی ریش از تولید ملی در سال حمایت از تولیدات ملی. قصد نداریم خودرویی با قیمت پراید فکسنی بخریم که بدنه خر ازش محکم تره. از 2 جا تماس گرفتن با من، ناراحت شده بودن. یکی از انجمن حمایت از حیوانات که گفتن به الاغ توهین کردید شما. خب کلی توضیح دادم که از دل اینا در بیارم. یکی هم از سایپا روابط عمومیش من زنگ زدن، گفتش که آقای رفیع البته خیلی با ادب و با احترام، ما طنز شما رو دوست داریم، ادبی هست، محترمانه هست، ولی خیلی تون رفتید آقای رفیع. گفتم ببخشید جناب، اصلا با پراید شما مگه میشه تون رفت؟ بعد خندید و اینا، گفت نه منظور همون چیزایی که زدید. گفتم من اینجاست که به حیوان نجیب بر میخوره و به این صورت لنت ترمزاش رو به رخ میکشه. یه برنامه‌ام از این فسیل عمامه‌دار پخش کردن تا در روزهای ماه رمضان مردم گرسنه و فقیر رو تشویق به نخوردن کنه. وقتی شکم پر شد دیگه نه کار حال عبادت داری نه حال کار کردن داری، یعنی کمش بکن یه مقداری، بار خودت سنگین نکن آقا. حالا آمدی چاق شدی، خیلی چاق شدی، چه اثری داره تو اجتماع؟ خودت داری زحمتش میکشی، برای بدن ضرر داره، برای قلب ضرر داره. این در حالیه که خود آخونده و آقازاده هاشون از بس پروار شدن از در تو نمیان. خوبه در این روزها یادی هم بکنیم از افاضات این حجت الاسلام شیره‌ای و نسخه‌ای که برای مقام عظما در ایام ماه رمضان پیچید. گفتن آدمی که معتاده و نمیتونه روزه بگیره تکلیفش چیه؟ مریض حساب میشه یا نه؟ معتاد مریض نیست، خیر. معتاد جزء افرادی است که باید روزه رو بگیره، منتها در طول روز اگر ادامه روزه برای او مشقت شدیدی داره که قابل تحمل نیست، یعنی فرض بفرمایید که تا ساعت 11 مثلا وقتی روزه رو ادامه داد، ساعت 11 دیگه نشه اصلا دیگه داره میمیره، این حتما باید بهش برسه، چاره نیست دیگه. اینجا یا حالا اون مقداری که از موادی که مصرف میکنه در حقیقت نجات جانشه استفاده بکنه و روزه رو ادامه بده. در پایان توجه شما رو به اجرای زیبایی از یک بانوی هموطن جلب می‌کنیم که به مناسبت درگذشت زنده یاد ناصر ملک مطیعی بخشی از موسیقی متن فیلم سینمایی قیصر رو با ساز ویولون نواخته.